کتاب 135 نکته برای اعتماد به نفس، نویسنده سوزان جفرز، مترجم سپید خلیلی. اعتماد به نفس چیست و از کجا می آید؟ اعتماد به نفس قدرتی است که درون هر کسی وجود دارد. اعتماد به نفس یعنی توانایی و علاقه برای خلق چیزهایی که شما در زندگی به آن احتیاج دارید. مشکل اینجاست که ما بیشتر وقتها این قدرت خود را فراموش می‌کنیم. این کتاب کوچک قصد دارد اعتماد به نفس شما را نشانتان بدهد تا همیشه و در هر حالت به آن اتکا کنید. این کتاب کوچک این ویژگی را دارد که می توانید آن را همه جا همراه خود ببرید و از آن استفاده کنید. با مطالعه این کتاب شما با ابزارهای تغییر شرایط زندگی آشنا می شوید. این کتاب ترس را به شما نشان می دهد تا بتوانید آن را کنار بگذارید و بر آن غلبه کنید. مطمئن باشید هر بار که این کتاب را می خوانید افکار قدرتمندی در ذهن شما نقش می بندد. افکاری که باعث می شود اعتماد به نفستان بیشتر و بیشتر رشد کند. بنابراین بیشتر وقت این کتاب را بخوانید، به خصوص وقتی که با موفقیت تازه‌ای در زندگی خود روبرو می‌شوید. وقتی یاد بگیرید که چگونه زندگی را با احساس، جرأت، اطمینان، کمال و لذت بپذیرید، راه حل همه مشکلات به شما الهام می‌شود. از آن لذت ببرید. من احساس قلبی خودم را تقدیمتان می‌کنم. سوزان جفرز. همیشه مسیر رو به بالا را انتخاب کنید. من قوی. درون شما جایی پر از نشاط، خلاقیت، فراست، صلح، دوستی، قدرت، عشق و همه چیزهای خوب وجود دارد. ما آن را من قوی می نامیم. اگر در این محل اعتماد به نفس شما بالا برود، همه چیز در دنیا به نظرتان صحیح می آید. من ضعیف. در کنار آن جای خوب، جای دیگری هم هست. جایی پر از شک و تردید، پر از خشم، ترس، درماندگی و تمام چیزهای منفی. ما به این قسمت از وجود شما میگوییم من ضعیف. در این قسمت از وجود شما اعتماد به نفس کم است و همه چیز به نظرتان اشتباه میآید. فکر کردن به من ضعیف یک عادت است. بله، فکر کردن به من ضعیف فقط یک عادت است. اما تجربه نشان داده است که این عادتها می توانند از بین بروند. چطوری؟ با فکر کردن به من قوی. اگر یاد بگیرید که به من قوی فکر کنید، ترس شما کاهش و اعتماد به نفس شما افزایش می یابد. کسی بشوید که همیشه به من قوی فکر می کند. با این حساب تکلیف شما مشخص است و آن پیمودن مراحل لازم برای فکر کردن به من قوی است. بسیاری از این مراحل در این کتاب کوچک گنجانده شده است. از کجا بفهمید که به من قوی فکر می کنید؟ وقتی که به چیزهای نشاط‌آور فکر می کنید، زمانی که خلاق هستید، وقتی که با نگاه عمیق به اطرافتان نگاه می کنید، وقتی که صلح، دوستی، قدرت، دوست داشتن و از این قبیل چیزهای خوب توی فکرتان است، بدانید که در دنیای من قوی سیر می کنید و این مراحل را طی می کنید. از کجا باید فهمید که به من ضعیف فکر می کنید؟ زمانی که در کارها با تردید و دودلی روبرو هستید، وقتی با ترس طرف کارها می روید، وقتی که زود خشمگین می شوید، وقتی زود احساس درماندگی می کنید، وقتی که همه چیز در نظرتان منفی و یأس‌آور است، بدانید که در دنیای من ضعیف قرار دارید و آن وقت درست همان لحظه است که باید مسیرتان را عوض کنید، مسیری رو به بالا انتخاب کنید.
آگاهی شروع خوبی است. سری به جعبه پچ پچ بزنید. ما صدای من ضعیف را پچ پچ می نامیم. صدایی که همیشه در گوش شما وزوز می کند. من خوب نیستم. من هیچ وقت پیشرفت نمی کنم. همه از من بهترند. همه کارهایشان را بهتر از من انجام می دهند. این پچ پچ ها اعتماد به نفس شما را از بین می برند. کمک. نمی توانم آن صدا را خاموش کنم. بله، از وقتی که از وجود جعبه پچ پچ با خبر شده اید، دیگر نمی توانید صدای آن را خاموش کنید. همه جا این صدا به گوشتان می رسد. توی رخت خواب، در حمام و موقع دوش گرفتن، در رانندگی، حتی سر میز غذا. سعی و تلاش پچ پچ این است که با افکار ترسناک و احمقانه در شما نفوذ کند. داشتن آگاهی به شما خبر می دهد که حالا وقت عمل کردن است. از زمانی که از وجود صدای پچ پچ با خبر شدید، بهتر می توانید از شر آن خلاص شوید. اما اگر به کلی از این صدای آرام موذی بی خبر باشید و یا تا امروز در شما بروز نکرده باشد، از آن در امانید. جعبه پچ پچ را دور بیاندازید. این کار بسیار آسان است. برای خاموش کردن این پچ پچ ها کافی است که به جای آن صدای من قوی را بشنوید. صدایی که میگوید شما به اندازه کافی خوب هستید. صدایی که شما را در جهت تکامل هدایت می کند تا بدانید که واقعاً کی هستید. بهترین ها را تایید کنید. تاییدهای مثبت وسیله شگفت انگیز. تایید مثبت حالتی است که به شما میگوید همه چیز خوب است. تکرار دائمی این تاییدها به شما کمک می‌کند پیام‌های منفی صدای پچ پچ را از خود دور کنید و اعتماد به نفستان را ترمیم. کار تاییدها: فقط مثبت حرف زدن، مثبت فکر کردن یا نوشتن افکار مثبت است که ما را از لحاظ جسمی، ذهنی و روحی قوی‌تر می‌سازد. حالا چه به آن جمله ها ایمان داشته باشیم یا نداشته باشیم. آنها کودکی را که درون ماست آرام می کنند و سالم نگه می دارند. آنها جادو می کنند. همه چیز کامل اتفاق می افتد. این را بارها و بارها تکرار کنید. همه چیز کامل اتفاق می افتد. خلاصه کلام این است: حتی اگر اوضاع بر وفق مراد ما نیست، اما باور دارم که خیر من در این چیزی است که دارد اتفاق می افتد. من از تمام آنها درس می گیرم و تکامل می یابم. همه چیز را رو به راه می کنم. تکرار این باور در ذهن می تواند هنگام پیش آمدن مشکل احساس عجیبی از آرامش به شما بدهد. هر چیزی که در زندگی پیش بیاید، حتی اگر پولم را از دست بدهم یا مریض شوم، اوضاع را رو به راه می کنم. با این باور شما می توانید هر مشکلی که در زندگی برایتان پیش بیاید را به آسانی حل کنید. انگار می شود. اگر به مدت طولانی اینطوری عمل کنید که انگار می شود، ذهن شما این امکان را به وجود می آورد که هر کاری را بتوانید انجام دهید و در نهایت همانطور هم می شود. دائم به خود بگویید من قدرتمند و دوست داشتنی هستم و در وجودم چیزی نیست که از آن بترسم. سپس شاهد رشد اعتماد به نفس خود باشید. تکرار کلیدی راهگشا است. وقتی بارها و بارها خود را تایید کنید، کم کم متوجه صدای من قوی در وجود خود می شوید. هرچه می گذرد این صدا رساتر می شود، در حالی که صدای من ضعیف روز به روز ضعیف و ضعیفتر می گردد. آن وقت خواهید دید که چه احساس آرامش خاطری می کنید. متوجه تغییرها باشید. وقتی بارها و بارها خودتان را تایید کنید، به تنها تغییراتی نافذ در شما به وجود می آید، بلکه رفتار و احساس شما هم تغییر می کند و عکس العمل دنیا به شما مثبت‌تر می شود.
ورود خوبی ها. همانطور که شما قدرتمند و با محبت می شوید، افراد سالمتری هم به زندگی خود وارد می کنید. مثل بعضی جذابیت ها که افراد را به خود جذب می کنند. افراد هرچه مثبت‌تر باشند، انرژی بیشتری را به زندگی خود وارد می کنند. تاییدها را جزئی از زندگی خود قرار دهید. آنقدر آزمایش رو تکرار کنید تا بفهمید که در هر زمان چه چیزهای مثبتی برای روحیه شما مناسب تر است. سپس دور و بر خود را با این افکار مثبت پر کنید. روی میز تحریر خود، روی آینه خود یا هر جایی که بتوانید به یاد بیاورید شما واقعاً چقدر قدرتمند و دوست داشتنی هستید. به من قوی خود اعتماد کنید. من قوی شما همیشه واقعیت را به شما میگوید. در وجود شما چیزی نیست که از آن بترسید. این من ضعیف شماست که همیشه به شما دروغ میگوید و القا میکند که باید از هر چیزی که دارید بترسید. شما ترجیح میدهید به کدام صدا گوش دهید؟ من قوی به من چه میگوید؟ هر وقت که در زندگی خود نگران چیزی شدید، مجسم کنید که من قویتان در چنین شرایطی به شما چه میگوید. جواب آن را بنویسید. اگر صدای من قوی را بشنوید، خواهید دانست که به نوعی به شما یادآوری میکند نگران نباش. همه چیز رو به راست. میگذارم پیش بیاید و به نتیجه آن اطمینان دارم. در مورد هدفهای بزرگ شما تلاشتان را بکنید و بگذارید هر چه می شود بشود. به نتیجه آن اطمینان داشته باشید. آن وقت من قوی شما حس گره گشایی خود را ایجاد می کند. تکرار پشت سر هم این تایید من رها می کنم و اطمینان دارم به شما یادآوری می کند که در تمام تجربه های زندگی منتظر نعمت های خدادادی باشید. تمرین را حفظ کنید. ما هر روز در زندگی با ادعاهای جدیدی روبرو می‌شویم. این موضوع زمینه خوبی برای ماست که روزانه تاییدهای مطلوب خود را تمرین کنیم تا ما را در قلمرو من قوی نگه دارد. آن وقت می‌بینیم که آنجا چه جای فوق‌العاده‌ای برای گذراندن بقیه زندگی ماست. بگذارید هر چه پیش آید بیاید. یا اتفاق میافتد یا نمیافتد. اگر زندگیتان را همانطور که میخواهید به وضوح و یا جزئیات آن تجسم کنید، کار اشتباهی نکردید. ولی یادتان باشد که یکی از عناصر حیاتی من قوی را به تصور خود اضافه کنید. این عنصر این است: هر چه پیش آید خوش آید. نگران نبودن از آنچه پیش می آید شما را رها می کند. اگر طوری هستید که هر چه تصور می کنید اتفاق می افتد، نسبت به این مسئله بی تفاوت باشید. و برعکس، اگر تصورات شما هرگز اتفاق نمی افتد، باز هم بی تفاوت باشید. شما می توانید از راهی نیرومند و دوست داشتنی اوضاع را رو به راه کنید. وقتی قادر باشید که از طریق من قوی فکر کنید، آن وقت معنی آزادی را با قوی ترین حسی که در آن وجود دارد کشف می کنید. متکی به من قوی. برنامه‌های آینده تان را طوری برنامه ریزی کنید که متکی به من قوی باشید. همیشه اینطوری فکر کنید و این چنین بگویید: من سال آینده در همین موقع ازدواج خواهم کرد. هر مسئله‌ای که در زندگی پیش بیاید به نفع من تمام خواهد شد. به زندگی بله بگویید. عکس‌العمل‌های خود را انتخاب کنید. سرنوشت برای شما اتفاقهای مختلفی را رقم می‌زند. حوادث مختلفی در زندگی شما پیش می‌آید. بعضی از این حادثه‌ها بد جلوه می‌کنند و عکس‌العملی در شما به وجود می‌آورند. در این طور موارد مواظب به عکس‌العمل‌های خود باشید و آن را انتخاب کنید. هیچ کس نمی‌تواند عکس‌العمل‌های شما را به آنچه در زندگی برایتان پیش می‌آید از شما بگیرد.
بله، کلمه جادویی. همین حالا سرتان را تکان دهید، بالا و پایین ببرید و به آرامی بگویید بله. بله، این کلمه کوچولوی 3 حرفی خیلی بهتر از یک کلمه معمولی است. این کلمه عصاره تفکر من قوی است. این کلمه میگوید مهم نیست که در زندگی من چه اتفاقی میافتد. مهم این است که من چیز فوق‌العاده‌ای از آن به دست میآورم. می توانید به همه چیز بله بگویید. هرچند که ممکن است وجود بعضی نعمت‌ها برایتان آشکار نباشد، ولی مهم این است که آن نعمت‌ها همیشه مخصوصاً در شرایط بد و ترسناک وجود دارند و به کمک ما می‌آیند. من روزگاری سرطان سینه داشتم و از آن رنج می‌بردم. اما روزی به آن گفتم بله و دیدم که عوارضش در وجود من خیلی فرق کرد. بله گفتن یعنی تمرکز داشتن بر مثبت. قدرتی غیر عادی وجود دارد، قدرتی در هر شرایط خوبی‌ها را جستجو می‌کند و به شما نشان می‌دهد. قدرتی که همیشه و در همه جا بر جستجوی بدی‌ها غلبه می‌کند. کارهایی که تفکر مثبت انجام می‌دهد. بعضی افراد مثبت اندیشی را مورد تمسخر قرار می‌دهند. چرا آنها ترجیح می‌دهند که به جای روشنی به تیرگی نگاه کنند؟ چرا به جای خوبی بدی‌ها را می‌بینند؟ مثبت اندیشی تجربه زندگی شما را به سوی بهتر شدن انتقال می‌دهد. این منطقی است مگر نه؟ بله گفتن انکار کردن نیست. زندگی را مثبت دیدن انکار حس‌های منفی مثل ترس و درد نیست. وجود زمانهای بد و ناخوشایند و چیزهای بد و ترسناک جزء لاینفک زندگی است. اعتراف کردن به درد خود برای داشتن یک زندگی سالم بسیار مفید است. به همه چیز بله بگویید. مثبت اندیشی واقعی بله گفتن است، حتی به ترس و درد. فهمیدن اینکه شما همیشه آن طرف قضیه را میگیرید عامل بسیار موثری در پیشرفت است. بله گفتن به زندگی معنا میبخشد. بله گفتن و به استقبال مسائل و مشکلات رفتن به هدفهای شما عمق میبخشد و راههای جدیدی را پیش روی شما باز میکند. همچنین به شما اجازه میدهد که درد و ترسی را که دیگران در اطرافتان احساس میکنند بفهمید و به آنها آگاه باشید. به این ترتیب رحم و شفقت شما رشد میکند. تصمیم‌هایی بگیرید که باخت نداشته باشند. فلسفه نباختن. من دوست ندارم شکست بخورم. من در کارها و تصمیم گیری‌ها به استقبال فرصت‌های مناسب می‌روم. من عقیده دارم این فرصت‌ها و انتخاب‌ها برای من رشد و یادگیری به ارمغان می‌آورد. من هر راهی که انتخاب کنم پر از چیزهای خوب است. اشتباهی وجود ندارد. هرگز نگران نباشید که تصمیم غلط ممکن است شما را از چیزی محروم کند. محروم شدن از پول، دوستان، موقعیت اجتماعی، کسانی که عاشق آنها هستید یا چیزهای دیگر، تصمیم صحیح برای شما به ارمغان می‌آورد. به یاد داشته باشید که اگر از اشتباه‌های خود درس بگیرید، دیگر اشتباهی نمی‌ماند. تکلیف خود را انجام دهید. همیشه قبل از تصمیم گیری کارهایی است که باید انجام دهید. باید اولویت‌های خود را در نظر بگیرید، امکاناتی که دارید در نظر آورید، باید با دیگران صحبت و مشورت نمایید. باید تا جایی که می شود نسبت به آن مسئله اطلاعات کافی به دست آورید. به غریزه خود اطمینان کنید. وقتی همه تکالیف خود را انجام دادید، دیگر به بصیرت خود اتکا کنید. به حس و خواست درونی خود توجه کنید. اگر به پند و نصیحت ناخودآگاه خود گوش کنید، حیرت زده می شوید. همه تصمیم‌ها را به تصمیم‌های درست تبدیل کنید. فراموش نکنید تا زمانی که در مسیر یادگیری و رشد باشید بازنده نمی‌شوید.
اگر با چشم باز به مسائل نگاه کنید، با دیگران مشورت کنید، پرسجو کنید و بعد تصمیم بگیرید، مطمئن باشید که تصمیم شما تصمیمی درست است. برای تصمیم‌های خود احساس مسئولیت کنید. اگر بعضی چیزها بر وفق مراد شما نبود، دیگران را سرزنش نکنید. سرزنش کردن عملی از روی ناتوانی است. اگر همه تصمیم‌های خود را تصمیم‌های درستی در نظر بگیرید، بسیار آسان‌تر خواهد بود که برای آنها احساس مسئولیت کنید. بدانید که چه موقع تغییر روش بدهید. هر تصمیمی که می‌گیرید خود را متعهد به انجام آن کنید، ولی اگر گاهی دیدید که آن تصمیمی که گرفته اید به نفع شما نیست، تجدید نظر کنید و تصمیمتان را تغییر دهید. حقه زندگی این است که برای گرفتن تصمیمی غلط نگران شوید و باید بدانید که چه موقع آن را درست کنید. زمان اصلاح تصمیمات ما چه موقع است؟ پریشانی و نارضایتی سرنخ‌هایی هستند که به شما نشان می‌دهند شما در راهی هستید که لازم است مسیر آن را تغییر دهید. آیا تا به حال فکر کردید که پریشانی و نارضایتی هم می‌توانند احساس‌های مثبتی باشند؟ اگر این نارضایتی و پریشانی باعث شود که ما مسیر غلط را عوض کنیم، بله، مثبت است. آسوده شوید. وقتی باور داشته باشیم همه چیزهایی که در زندگی برای ما پیش می آید به نفع ماست، مفهوم این گفته فوق‌العاده را متوجه می شویم که حرفهای کوچک و بی‌معنی را بی جهت بزرگ و با اهمیت جلوه ندهید. با این حساب همه حرفهای بی‌معنی کوچک می شوند. نهایت اعتماد به نفس. هرگز فراموش نکنید و دائم برای خود تکرار کنید. هر اتفاقی که بیفتد و نتیجه تصمیم‌های من باشد، من با آن اتفاق کنار میایم و رو به راهش میکنم و یقیناً شما چنین میکنید. قدرت خود را دوباره به دست آورید. ذهنیت قربانی بودن را کنار بگذارید. ذهنیت قربانی بودن حاصل تفکر من ضعیف ماست. وقتی فکر می‌کنید که نقش قربانی را بازی می‌کنید، قدرت و خلاقیت خود را از دست می‌دهید. اما وقتی مسئولیت می‌پذیرید و برای زندگی خود تلاش می‌کنید، نیروی شما چند برابر می‌شود. شما تحت کنترل هستید. از آنجا که می‌توانید واکنش‌های خود را نسبت به آنچه برایتان پیش می‌آید کنترل کنید، شما همیشه برنده و پیروز هستید. این را بدانید که خود شما هستید که برای خود بدبختی یا خوشبختی می‌آفرینید و این یعنی قدرت شما. چگونه مسئولیت بپذیرید؟ پذیرفتن مسئولیت در زندگی یعنی اینکه شخص دیگری را برای آنچه انجام می‌دهید، چیزی که هستید و چیزی که دارید یا احساس می‌کنید مقصر ندانید و سرزنش نکنید. خود را سرزنش نکنید. برای دستیابی به اعتماد به نفس بالا و تکامل فردی راهی طولانی در پیش است. راهی که پر است از پیروزی و خطا. لازم نیست که خود را به خاطر رفتار گذشته، حال یا آینده تان سرزنش کنید. همه اینها جزئی از فرایند یادگیری هستند. عامل قاطعیت را در خود کشف کنید. شما می توانید با دقت عامل قاطعیت و دلسرد نشدن و همچنین عواملی که باعث دلسردی و یأس شما میشوند را در خود کشف کنید. آن وقت میبینید که حرکت و کار چقدر آسان است. آیا شما فردی غرغرو هستید؟ غرولند کردن یکی از نشانه‌های فعالیت من ضعیف هر کسی است. غرولند کردن نشان می‌دهد که شما نمی‌خواهید مسئولیت زندگی خود را به عهده بگیرید. چگونه جلوی غرولند را بگیرید؟ غر زدن برای بسیاری از افراد چنان عادت جا افتاده‌ای شده که حتی خودشان هم متوجه نیستند که این کار را انجام می‌دهند. از دوست صمیمی خود کمک بخواهید و خودتان هم تلاش کنید که یک هفته تمام غرولند نکنید. آن وقت مکالمه‌های بسیار ساکتی خواهد داشت. درباره چه حرف بزنیم؟ اتفاقهای بزرگی که در زندگی شما روی می‌دهد بهترین موضوعی هستند که می توانید از آنها حرف بزنید.
تمام نعمت‌هایی که شما را احاطه کردند موضوع صحبت شماست. با خوشبینی و شادمانی صحبت کنید و سعی کنید حرفایتان را سرشار از قدردانی بزنید. انتخاب با شماست. در تمام لحظه‌های زندگیتان شما انتخاب می‌کنید که چه احساسی داشته باشید. دلتان می‌خواهد کاسی‌های زندگی خود را ببینید و یا وفور و فراوانی آن را. می‌خواهید خودتان را بدبخت کنید یا قدرشناس. این به خودتان بستگی دارد. فعالیت داشته باشید. غرور لند کردن هیچ چیز را در زندگی شما عوض نمی‌کند. فقط فعالیت است که می‌تواند تغییر ایجاد کند. برای تغییر مشکلات زندگی خود فهرستی از نیازهایتان را تهیه کنید و یکی یکی آنها را برطرف کنید. به زندگی خود شکل دهید. تعداد کمی از افراد به زندگی خود شکل می‌دهند، اما بسیاری از آنها هرچه سر راهشان می‌آید می‌پذیرند و بعد از آنها شکوه می‌کنند. شما قدرت دارید که نیازهای خود را برطرف کنید. تعمد، عمل و تفکر مثبت راه را برای شما باز می‌کند. با اطمینان صحبت کنید. به کلمات خود توجه کنید. کلماتی که استفاده می کنید به احساسی که درباره خودتان دارید شکل می دهند. بعضی کلمه ها مخرب هستند و بعضی دیگر نیرو دهنده. انتخاب کردن نوعی قدرت است. کلماتی مثل من نمی توانم نشان می دهند که شما درمانده اید، در حالی که کلماتی مثل من این راه را انتخاب نمی کنم نشان دهنده اعتماد به نفس و قدرت شماست. ضمیر ناخودآگاه شما می شنود. زمانی که ناخودآگاه شما پیام‌هایی مثل من نمی توانم را می شنود، آن را نشانه ضعف خود می داند. جملات نیرو دهنده را جایگزین چنین جملات تضعیف کننده‌ای کنید تا به ناخودآگاه شما بگوید که شما واقعاً بر خودتان مسلطید. کلمه‌های قدرت. کلمه‌های منفی را از خزانه لغات خود پاک کنید. عبارت تجربه آموزنده است را جایگزین عبارت وحشتناک کنید. عبارت من کاملا مسئول هستم را جایگزین اشتباه از من نیست بسازید. به این ترتیب نه تنها عزت نفس شما افزایش می‌یابد، بلکه شیوهی که دیگران با شما رفتار می‌کنند نیز تغییر می‌یابد. هدیه ها را ببینید. به جای آنکه مشکلات زندگی را مانعی بر سر راه خود بدانید، آنها را به عنوان فرصت‌های مناسب ببینید. در را به روی رشد و تکامل خود باز کنید. هر بار که فرصتی برای افزایش ظرفیت خود پیدا می‌کنید، سعی کنید با حل آن مشکل دنیای اطرافتان را هموار سازید. در این صورت بیشتر احساس قدرت و اعتماد به نفس خواهید کرد. کلید آسایش خاطر. افرادی که مجبور شدند با هولناکترین ترس‌های خود روبرو شوند و در مقابله با آن سربلند بیرون آیند، من قوی خود را قوی‌تر کردند. فراموش نکنید آسایش خاطر با داشتن هر چیز به دست نمی آید، بلکه نحوه برخورد با آنها حائز اهمیت است. محدودیت‌های خود را کاهش دهید. قلمرو راحتی. بسیاری از ما دوست داریم در محدوده‌ای فعالیت کنیم که در آن محدوده راحت باشیم و خارج از آن ناراحت. برای مثال ممکن است با رضایت تمام برای دوست یا همکار خود کاری بکنید، ولی به کسانی که مقام بالاتری از شما دارند نزدیک نشوید. توجه کنید که چه شرایطی در زندگی شما را ناراحت می کند، از آن پرهیز کنید. شروع کنید به خطر کردن‌های کوچک. از خطرهای کوچک شروع کنید تا قلمرو راحتی خود را افزایش دهید. به کسی که احساس می‌کنید از او وحشت دارید تلفن کنید. با غرور به رستورانی قدم بگذارید که پیش از آن نمی‌توانستید به تنهایی وارد آن شوید. نگران نباشید.
اگر چیزی پیش بیاید شما از عهده آن برمیآیید. به رشد اعتماد به نفس خود توجه کنید. هر بار که از قلمرو راحتی خود بیرون می روید و خطر می کنید، اعتماد به نفس شما هم اندکی افزایش می یابد و دنیای شما بزرگ و بزرگتر می شود. افزایش قلمرو راحتی شما باعث می شود که با وجود هر گونه ترس و خطر باز هم تجربه کنید. به این وسیله هر خطری در نظرتان آسان و آسانتر می شود. شما تنها نیستید. هر کسی در موقعیتی احساس ترس می کند. تنها شما نیستید که وقتی در قلمرو و ناآشنایی قرار می گیرید ترس را تجربه می کنید. بیشتر افراد چنین چیزی را احساس می کنند. در حقیقت همه ما انسان هستیم و احساسهای مشابهی داریم. ترس استثنا نیست. فقط به نظر می رسد که دیگران نمی ترسند. ممکن است فکر کنید که دیگران، مخصوصاً افراد مشهور و مهم، خوشبخت هستند چون نمی ترسند که خطر کنند. مطمئن باشید که این طور نیست. آنها هم مجبور شده‌اند با ترسی عظیم کنار بیایند و خود را به جایی بکشند که امروز هستند و هنوز هم دارند کنار میآیند. ترس هیچ وقت از بین نمی رود. تا وقتی که شما تصمیم داشته باشید قابلیت‌های خود را گسترش دهید و افق‌های فکریتان را گسترده نمایید، ترس را هم تجربه خواهید کرد. این خصوصیت بشر است. ولی همین که کم کم اعتماد به نفس شما افزایش می‌یابد، تحمل احساس ترس هم آسان و آسان‌تر می‌شود و به این ترتیب آن را از بین می‌برید. روبرو شدن با ترس. ترس مخفی شما. در انتهای محدوده ترس هر کسی ترس ساده‌ای وجود دارد. ترس از اینکه نمی‌تواند لمس کند زندگی برایش چه به ارمغان می‌آورد. به خودتان اطمینان داشته باشید. برای اینکه رابطه شما با چیزی که از آن می‌ترسید نزدیکتر شود و در نتیجه احساستان نسبت به آن تغییر کند، باید اعتماد به نفس خود را افزایش دهید و به خود بقبولانید که می توانید آن مشکل را حل کنید. اعتماد به نفس شما با فعالیت داشتن افزایش می یابد. شما می توانید از عهده هر کاری برآیید. در حالی که با زحمت بر ترسی غلبه می کنید و آن را کنار می زنید، متوجه نکته دیگری هم می شوید و آن توجه به میزان توانایی خود در انجام کارهاست. کارها و مشکلاتی که در زندگی بر سر راه شماست و شما توانایی انجام آن را دارید. این را باور کنید. خطر کردن و فایده های غیر مستقیم آن. افرادی که می ترسند خطر کنند همیشه با نوعی احساس درماندگی روبرو هستند. این احساس درماندگی بیشتر از آن ترسی است که به خطر آن خطر نمی کنند. رفته رفته چنان ترسی در زندگی این افراد رخ نمی کند که برای انجام هر کاری فلج می شوند. خطر کردن خوب است، اما نه هر خطری. توجه داشته باشید منظور ما از خطر کردن اعمال فیزیکی خطرناک نیست. همینطور خطرهایی که منجر به ضرر و زیان به دیگران می شود. چراغ سبز ترس. افکار خود را از نو بپرورانید. از ترس‌های بی‌مورد خود به عنوان چراغ سبزی برای حرکت به جلو تفسیر کنید. این کار فرصتی برای رشد و حرکت به جلوست. از عهده‌اش برمیاییم را همیشه تکرار کنید. هر مشکلی که پیش بیاید و هر اتفاقی بیفتد، من از عهده حل آن برمیآیم. پشت سر هم این جمله را پیش خود تکرار کنید تا وقتی که پی ببرید واقعاً می توانید از عهده حل هر مشکلی برآیید. وقتی آنها نمی‌خواهند که شما رشد کنید. غافلگیر نشوید. مطمئن باشید در هر صورت وقتی شما اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کنید و افقهای فکریتان را گسترش می دهید، در اطرافیان شما نوعی ترس ایجاد می شود. آنها می ترسند که مبادا شما آنها را ترک کنید. کاری کنید که دیگران احساس کنند دوستشان دارید.
برای خنثی کردن اثرات منفی که دیگران به شما می‌گذارند، راه‌های مؤثری پیدا کنید. به اطرافیانتان نشان دهید که برای شما مهم هستند. برایشان گل بفرستید یا هر چیز دیگری که احساس می‌کنید بیانگر قدردانی شما از بودن آنها در زندگیتان است. به شریک زندگی خود قوت قلب بدهید. بیشتر وقتها شریک زندگی شماست که بیشتر از همه بر موفقیت شما پافشاری می کند. اما با اعتماد به نفس تازه و قدرتی که پیدا می کنید، ممکن است او بترسد و احساس تنهایی کند. به همسر خود قوت قلب بدهید و از او حمایت کنید. در ضمن بگویید که برای ادامه تکامل خود مصمم هستید. به هم خوردن آرامش را امتحان کنید. وقتی قبول می کنید که درجا بزنید، به این دلیل که نمی خواهید شریک زندگی خود را ناراحت کنید، شما از او طلبکار می شوید. سرانجام این طلبکاری به رابطه شما لطمه می زند و به هر حال آرامش از بین می رود. ایمان داشته باشید که شریک زندگیتان بهترین ها را برای شما می خواهد. باور کنید که شریک زندگیتان همیشه بهترین ها را برای شما می خواهد و در نهایت تغییرات مثبتی را که در شما ایجاد می شود دوست دارد. اگر اینطور نیست، آیا واقعا این همان رابطه ای است که شما می خواهید؟ اعتماد و عشق همراه یکدیگرند. در حالی که اعتماد به نفس شما رشد می کند، ظرفیت دوست داشتن نیز در شما افزایش می یابد. این را نیز بدانید که اعتماد به نفس بیشتر با نیاز شما به تایید فرق دارد. در واقع هرچه شما کمتر به تایید کسی احتیاج داشته باشید، بیشتر توانایی دوست داشتن افراد را دارید. عشق و قدرت نیز با هم همراه هستند. با احساس قدرت، عشق جریان پیدا می کند. قلبتان باز می شود و یقیناً اطرافیانتان دوستتان خواهند داشت. بدون احساس قدرت، نیازمندی به وجود می آید و عشق از بین می رود. اعتماد به نفس مغناطیس ایجاد می کند. همانطور که اعتماد به نفس شما رشد می کند، افراد خوب و مثبت هم به زندگی شما راه پیدا می کنند. در آن صورت هرگز احساس تنهایی نمی کنید. جمعی از دوستان نترس خود را دور خود جمع کنید. یک سیستم حمایت کننده قوی به شما کمک می کند. بعضی از دوستان با حرفها و حرکاتشان باعث می شوند که احساس خوبی در ما ایجاد شود. آنها با تشویقهایشان کمک می کنند تا ما زودتر به هدف برسیم. سعی کنید تعداد اینجور دوستان را افزایش دهید. داشتن جمعی از دوستان که حامی و کمک کننده باشند به صورت حیرت آوری به انسان نیرو می دهند. چه جور دوستانی دارید؟ به 6 نفر از دوستان خود فکر کنید و از خود بپرسید که آیا اینها محافظه‌کارند یا خواهان پیشرفت؟ در این صورت وقتی می خواهید در زندگیتان جلو بروید، می دانید که با چه کسی صحبت کنید. شما چه نوع دوستی هستید؟ آیا شما دوستی هستید که خواهان پیشرفتند، یعنی کسی که دیگران را به ترقی در زندگی تشویق می کند، یا یک دوست محافظه‌کار که دائما امکان اشتباه کردن را اخطار می دهد؟ با من قوی دوست شوید. دوستان ما آینه ای از رفتار ما هستند. به چندین خصوصیت من قوی که دوست دارید در وجود دوستانتان باشد فکر کنید. سپس آینه را بردارید و شروع کنید به توسعه این خصوصیات در خودتان. مثبت را جذب می کند. وقتی اعتماد به نفس شما رشد پیدا می کند، دیدتان به زندگی مثبت می شود و به این ترتیب خود به خود به موفقیت‌های پی در پی می رسید. یعنی اینکه انسانی متفاوت می شوید، انسانی با من قوی. دوستی‌هایش بر اساس من قوی بنیاد کنید. به 6 نفر از دوستانی که مورد تحسین هستند فکر کنید. کسانی که علاقه دارید با آنها دوست شوید.
بعد آنها را برای ناهار یا شام دعوت کنید. اگر چند نفر از آنها دعوت شما را نپذیرفتند، فراموش نکنید که می توانید اوضاع را رو به راه کنید و خیلی راحت به سراغ افراد دیگری بروید. به ملاقات دوستان جدیدی که من قوی دارند بروید. به بعضی کارهایی که دوست دارید انجام دهید فکر کنید. اسب سواری، مسافرت، سیاست، عکاسی، کارگاه‌های رشد فردی یا هر چیز دیگر. بعد به دنبال فعالیت‌های محلی که در اطراف این علایق دور می‌زنند بگردید و آنها را علامت بزنید. در آنجا با اشخاص همفکر خود ملاقات خواهید کرد. بهترین دوست خود باشید. اگر عادت دارید که خود را تحقیر کنید، این عادت را از بین ببرید. صدای پچ‌پچ خود را با پیام‌هایی از عشق و قدرت جایگزین کنید. این را از صمیم قلب دنبال کنید و شاهد رشد خود در قالب انسانی مطمئن باشید. در زندگی خود تعادل ایجاد کنید. خودتان را برای درد آماده نکنید. اگر تمام هیجان‌های خود را فقط برای یک جنبه از زندگی مثل روابط دوستانه، کار یا بچه‌ها بگذارید، ممکن است احساس کمبود کنید. اگر به این مشکل برخوردید، چه احساسی به شما دست می‌دهد؟ جواب معلوم است: خالی بودن، تنهایی، افسردگی. وابستگی رابطه سالمی نیست. اگر چیزی یا کسی را کانون اصلی زندگی خود قرار دهید، ترس عمیقی برای از دست دادن آن در خود ایجاد می کنید، یا به زبان دیگر، بیشتر وقتها نیاز شما باعث می شود آن چیزی را که بیشتر از همه می خواهید نگه دارید از دست بدهید. احساسات خود را پخش کنید. هنگامی که هیجان خود را در چند جنبه پخش می کنید، تجربه های زندگیتان را توسعه می دهید و اعتماد به نفس شما رشد می یابد. در ضمن از خودتان در برابر درد فقدان حمایت می کنید. چه نتیجه‌ای می گیرید؟ ترس های شما به شدت کاهش می یابند. تور نجات شما. دریچه نترسیدن در زندگی خود ایجاد کنید. مربعی از تمام جنبه‌های زندگیتان رسم کنید. سپس آن را به 9 قسمت تقسیم کنید. هر قسمت نشانه محدوده متفاوتی از زندگی شماست، مثل رشد شخصیت، ارتباط، شغل، خانواده، رشد معنوی، دوستان، شرکت در اجتماع، زمان تنهایی و زمان بازی. همکاری مهم است. همه ما علاقه‌مندیم که عشق و محبت خود را در این دنیا پخش کنیم. وقتی که ما در بهتر شدن دنیای اطراف خود همکاری می‌کنیم، قوی‌تر می‌شویم. به جای اینکه گیرنده باشیم، ایجاد کننده هستیم و نه تنها اعتماد به نفس ما رشد می‌کند، بلکه اوج می‌گیرد. معنویت هم مهم است. ابزار من قوی را که در این کتاب با آن آشنا شده اید، در یک قسمت کامل از زندگی روزمره خود قرار دهید. این ابزار شما را متمرکز می کند و از محل ترس به محل عشق، قدرت و اطمینان در دنیا می برد. معنویت را در مرکز دریچه زندگی خود قرار دهید. خواهید دید که آن به همه جای زندگیتان پرتو می افکند. نگاه به زندگی. بعد از آنکه 9 قسمت دریچه زندگی خود را پر کردید، از خود بپرسید که بهتر از هر یک از این نواحی چطوری به نظر برسند. وقت بگذارید و در این باره فکر کنید. فهرستی تهیه کنید و قدم به قدم کارهای مناسب را انجام دهید. اکنون در امان هستید. زمانی که دریچه زندگیتان پر و متعادل باشد، هر گونه کمبودی شما را در هم نمی‌ریزد، بلکه سوراخ کوچکی در قلب شما ایجاد می شود و ناراحتتان می کند. ولی آسایش شما را از بین نمیبرد، چون بقیه زندگیتان به مقدار زیادی غنی هست. شما واقعاً مهم هستید. اگر چیزهای زیادی در زندگی دارید ولی یک مورد مثل ارتباط کاری یا بچه ندارید، به حوزه‌های دیگر زندگی خود بیشتر بپردازید. شما در این دنیا مهم هستید و سزاوار یک زندگی غنی.
اضافی‌های واجب. به طور 100% در تمام حوزه‌های زندگیتان متعهد شوید. وقتی با خانواده خود هستید، 100% با آنها باشید. کارهایتان را مرور نکنید، نامه‌هایتان را نخوانید یا آرزو نکنید که ای کاش در جای دیگری بودید. هنگامی که سر کار هستید، آنطور که باید کار کنید و مانع چیزی نشوید. به طور 100% در تمام حوزه‌های زندگی خود شرکت کنید. وقتی به طور 100% متعهد شوید چه اتفاقی می‌افتد؟ وقتی متعهد می‌شوید که 100% به همه حوزه‌های زندگی خود بپردازید، احساس تمرکز، هیجان، مشارکت، شادی، تکامل و خوشحالی در شما زنده می‌شود و آن وقت برای اولین بار تسلط بر همه چیز را در زندگی خود احساس می‌کنید و می‌فهمید چه احساس باشکوهی دارید. پرداختن 100% به معنی تا ابد نیست. زندگی همیشه ماجراهای تازه‌ای برای ما به ارمغان نمی آورد. رقابت‌های جدید به انتخاب شغل دوباره منجر می شود. ممکن است روابط قطع شوند، ولی وقتی 100% از کار کم نذاشته باشید، دیگر جای تأسفی باقی نمی ماند. بدانید که به حساب می آیید. بدانید حضور شما در حوزه‌های مختلف زندگیتان فرق می کند. اگر نمی‌فهمید که زندگی شما واقعاً ارزشمند است، این را وانمود کنید و همانطور رفتار نمایید. سوالی درباره وانمود کردن. سوالی که در ارتباط با وانمود کردن مطرح می شود این است: اگر واقعاً در تمام حوزه‌های زندگیم مهم بودم چه می کردم؟ وقتی چنین سوال محکمی را از خود می‌پرسید، به تعدادی جواب محکم و زیبا و هیجان انگیز هم می‌رسید. در راه وانمود کردن زندگی کنید. وقتی به سوال‌هایتان در مورد وانمود کردن پاسخ دادید، به خوبی که رسیدید حتما عمل کنید. وقتی آنطور عمل کنید که اگر واقعاً مهم بودید عمل می‌کردید، در نتیجه با این درک زندگی می‌کنید که شما واقعاً در این دنیای نیازمند مهم هستید. موسیقی جادویی دو سویه. دانستن این نکته که شما به حساب میایید و 100% متعهد هستید، موسیقی جادویی دو سویه است. این چیزها مسائل حاشیه‌ای هستند که لازم است دریچه زندگی خود را در سطح هیجانی عمیق با آنها پر کنید. این دو با هم نتایج جادویی خلق می‌کنند. برنامه‌ای برای فعالیت خود تنظیم کنید. برای هر حوزه از فعالیت و زندگی از خود بپرسید: اگر من واقعاً به حساب می آمدم چه می کردم؟ فهرستی از جوابهای خود تهیه کنید و سپس شروع کنید به انجام آنها. فراموش نکنید شما هستید که زندگیتان را خلق می کنید. برنامه را رسمی کنید. برای رسمی کردن این برنامه در یادداشت روزانه خود یک کار یا کارهای بیشتری را که می‌خواهید در مدت زندگیتان انجام دهید بنویسید. شما می‌توانید شاهد غنی شدن زندگیتان باشید و با هر علمی که انجام می‌دهید رشد خود را ببینید. انعطاف داشته باشید. اگر هر مورد را هر روز تحت پوشش قرار ندادید نگران نباشید. اگر کار ضروری دارید، بچه‌تان مریض است، در تعطیلات به سر میبرید، بعضی حوزه‌های دیگر زندگی شما باید برای مدت کوتاهی کنار گذاشته شوند. به یاد داشته باشید شما در حال خلق نگرشی برای تکامل هستید، نه فشار بیشتر. زندگی بسیار بزرگ است. نترسیدن در زندگی متضمن نگرشی از تکامل، اعتماد به نفس و عمل است. شما وقتی پی ببرید که زندگیتان واقعاً چقدر غنی است، دیگر هیچ چیز نمیتواند احساس خوب شما را از بین ببرد. همیشه به یاد داشته باشید زندگی بسیار عظیم است. از تمام زندگی لذت ببرید. به منظور قدردانی چشمهایتان را باز کنید. هنر قدردانی. هنر قدردانی یعنی توانایی تبدیل چیزهای عادی به چیزهای خارق‌العاده.
به 50 مورد از این چیزهای عادی اما خارق العاده فکر کنید یا آنها را بنویسید و اینکه شما برای کدام یک واقعا حق شناس هستید و این کار را هر شب قبل از خواب انجام دهید. زندگی نه تنها بسیار عظیم است بلکه بسیار غنی نیز هست. طرف روشن را به یاد آورید. با وجود آن چیزهایی که در هر شرایط خاصی برای شما پیش می آید خودتان را تعلیم دهید که هر دقیقه از هر روز شکایت نکنید و به دنبال نعمتها و زیبایی هایی که شما را در بر گرفته است باشید. بر فراوانی تاکید کنید. درباره چیزهایی که احساس کمبود و ترس می کنید مثل پول، وسایل، زیبایی، عشق یا هر چیز دیگری این جمله ها را تاکید کنید. زندگی من پر و غنی است و من بر تمام زیبایی هایی که در درون و اطرافم هست تمرکز دارم. هدیه بدهید. هدیه می دهید یا فقط عوض می کنید؟ بسیاری از ما بر اساس یک نظام پنهان معامله پایاپای عمل می کنیم. افراد کمی هستند که بیان که چشم داشته باشند هدیه می دهند. خواه پول باشد یا قدردانی، عشق یا هر چیز دیگر. اگر هدیه دادن به خاطر هدیه گرفتن باشد، وقتی گرفتن هدیه‌ای در ما انگیزه ایجاد کند که هدیه بدهیم، همیشه این نگرانی در ما ایجاد می شود که اگر در عوض این هدیه‌ای به ما پس ندهند چه می شود؟ این نگرانی کم کم ذهن ما را پر می کند و به ترس تبدیل می شود و همین آرامش ذهنی ما را از بین می برد. بخشیدن واقعی. وقتی از صمیم قلب به کسی هدیه می دهید و توقع ندارید که به جای آن چیزی از او بگیرید، صلح و آرامش در شما حکم فرماست. بخشش واقعی درون ما شادی می آفرینند. بخشش واقعی به اعتماد به نفس ما کمک بزرگی می کند. درگیر دیگران شوید. وقتی از خود غافل شویم و به دیگران توجه کنیم، بهتر و بیشتر می توانیم از صمیم قلب ببخشیم. در آن حالت بدون آنکه کسی از ما انتظار داشته باشد هدیه می دهیم. این احساس آزادی در بالاترین حد آن است. تضاد در بخشش واقعی. وقتی ما چیزی را به کسی می بخشیم و این بخشش صرفاً به خاطر دیگران است نه از روی چشم داشت، پی می بریم که بیشتر از حد تصورمان هدیه گرفته ایم. بخشش ترس را کاهش می دهد. وقتی هدیه دادن جزو برنامه‌های روزمره‌تان قرار گیرد، حس کمبود و نیازمندی را از دست می دهید و احساس بی‌نیازی می کنید. وقتی چیزی را به کسی می بخشید، حس قدرت و عشق در شما بیشتر و بیشتر می شود. بیشتر وقتها بگویید متشکرم. فهرستی از تمام افراد مهم زندگیتان تهیه کنید، سپس به طور منظم به سراغ آنها بروید و به نسبت سهمی که در مثبت اندیشی شما دارند از آنها تشکر کنید. کلمه متشکرم نیرومندترین و بخشنده ترین کلمه است که تا به حال گفته شده. از کمک به دیگران دریغ نکنید. وقتی به دیگران کمک می کنید احساس نیرو و قدرت می کنید و وقتی دیگران از آنچه که از شما یاد گرفتند استفاده می کنند، اثر وجود شما در دنیا بسیار بزرگ جلوه می کند. از تحسین دریغ نکنید. گاهی پیش می آید که نزدیکترین افراد به ما کسانی هستند که تحسین کردن برایشان دشوار است و کلمه هایی که حاکی از تحسین و تشکر است از دهان آنها خارج نمی شود. در حالی که تحسین افراد بهترین راه برای رهایی از خشم و رنجش است. تحسین می تواند موانعی را که بر سر راه محبت و ارتباط وجود دارد از بین ببرد. گاهی هم با پول به دیگران کمک کنید. فرقی نمی کند که یک نفر چقدر ثروت داشته باشد. مهم این است که به نسبت ثروتی که دارد مقداری هم به دیگران کمک کند. سعی کنید به نیازمندان پول بدهید. بدانید همانطور که نیاز دیگران را برطرف می کنید، روحیه‌ای در شما ایجاد می شود که می توانید سخت‌ترین مشکلات خود را حل کنید.
هدفهای نهایی شما. کاری را که انجام می دهید در نظر آورید و جزئیات آن را برای خود مشخص سازید و بعد ببینید این کار چه تأثیری در محیط اطراف شما و روی اطرافیان شما گذاشته است. حتما متوجه می شوید که کار شما در بسیاری موارد مؤثر بوده است. این کار فایده های زیادی دارد و بیشتر از همه این که نشان می دهد شما آدم مؤثری هستید و این اعتماد به نفس شما را بالا می برد. قدم به قدم. تمرین باعث تکامل می شود. درست همانطور که برای متناسب بودن بدنتان به ورزش احتیاج دارید، برای نگهداری شما در من قوی هم نیاز به تمرین است. با تمرین و فکر کردن به من قوی پیوسته در آن قسمت باشید. باور کنید هر چی که اتفاق می افتد به نفع شماست. گاهی وقتها متوجه نمی شویم که تغییراتی در درون ما اتفاق می افتد. باور کنید هنگامی که از ابزار من قوی خود استفاده می کنید، شما فردی قدرتمندتر، دوست داشتنی‌تر و قابل اعتمادتر می شوید. کم کم پرتوهای اعتماد در وجود شما دیده و پذیرفته خواهند شد. صبور باشید. شما در مسیر درستی هستید. برای فهمیدن این نکته صبور باشید. در حالی که برای تقویت من قوی خود تمرین می کنید، اعتماد به نفس بیشتری در درون شما به وجود می آید. صبر به معنی فهمیدن این نکته است که ما در حال رشد هستیم. توجه داشته باشید یک گل هنگامی که شکوفه می دهد که آمادگی شکوفایی داشته باشد. خودتان را تشویق کنید. گاهی بدترین کاری که می توانید انجام دهید این است که به من ضعیف خود اجازه بدهید شما را برای درست انجام ندادن کاری یا به قدر کافی عمل نکردن و چیزهای مشابه سرزنش کند. بهترین کاری که می توانید انجام دهید این است که برای هر قدم کوچک مثبتی که برمی‌دارید خود را تشویق کنید. به رشد معنوی خود بپردازید. ابزارهای قدرت در این کتاب این عبارتهای تأکیدی هستند: گفتن بله به زندگی، نگران سرنوشت نبودن، به شکست و باخت فکر نکردن. این عبارتها تفکر ما را به من قوی سوق می‌دهند. به آنها به عنوان غذای بدن، ذهن و روح خود بیاندیشید و فراموش نکنید به طور منظم غذا بخورید. شما در مسیر درستی حرکت می‌کنید. به صدایی که بهترین حرفها را درباره شما میزنند گوش دهید. صدایی که همیشه یادآوری میکند شما فردی قوی و دوست داشتنی هستید و چیزی ندارید که از آن بترسید. شما کسی هستید که چیزهای فوق‌العاده‌ای دارد تا به این دنیا ببخشد. اگر تاکنون به این باور نرسیده اید، امروز باور کنید. این واقعا حقیقت دارد.